ضمن برگزار نمودن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، نابالغ 15 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت افباشی دستگیر شد. گمان بر شونده شب 22 اکتبر سال 2023 تخمینا ساعت 23 دقیقه هنگام در کوچه مایاکوفسک قرار داشتنش به یگان اساس از حیثیت افباشی با نابالغ 15 ساله ساکن پایتخت مناقشه نموده با کارد یک مرتبه به پشتش زده است. در نتیجه جبر دیده جراحت جسمانی برداشته است. از روی حادثه مذکور تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه زن 27 ساله ساکن شهر مذکور مراجعه نموده است که در دوام ماه‌های سپتامبر اکتبر سال 2023 شخصان نامعلوم به طریق پنهانی به منزل استقامتیش در آمده از داخل جزدان جواهرات گوناگون طلایی را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرر رسانده شده 18000 سومانی را تشکیل می‌دهد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، دو نابالغ دختر 15 ساله ساکن همین شهر همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شدند. اوید بین حادثه تفتیشات ادامه دارد. در نتیجه گذراندن چهاربینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معین کرده شد که مرد 32 ساله ساکن شهر کانبادام تخمینا ماه مارس سال 2020 با روی فریب به باوری مرد 43 ساله ساکن شهر مذکور در آمده از او برای تجارت $5000 امریکایی و 27000 سومانی گرفته به احتیاجات شخصیش صرف نموده است. نسبت گمان بر شونده پرونده جنایتی با ماده 247 قسم 3 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز کرده شده تفتیشات ادامه دارد.